روز بخیر بیننده عزیز، سرخط خبرها از رادیو آزادی. مهاجران تاجیک میگویند در ماریوپول غصب شده فریبشان کردند. امریکا اشاره کرد که روسیه هنوز برای پایان دادن جنگ اقدام نکرده است. بانک جهانی گفت از خارجه به تاجیکستان بیش از 3 میلیارد دلار فرستادند. روز یکشنبه کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن در صحبت با تلویزیونی آمریکایی CBS گفت واشنگتن هیچ اشاره مشاهده نکرده است که مسکو خواستار آغاز مذاکرات برای ختم جنگ در اوکراین می باشد. با قول مقامدار بلندپایه آمریکایی، اقدام‌های پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین بعد باخت در جبهه هفته‌های اخیر حمله‌های گسترده به انفراستراکچورهای اوکراینی را توسعه بخشیده است. حالا نیروهای روسیه آتشباران شهر بهموت ولایت دونتسک و شهر خرسون را که پس از اشغال 8 ماه از نظارت ارتش روسیه رها شده است ادامه می‌دهند. 1 دکبر پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن گفته بود که اگر پوتین واقعا خواستار ختم تجاوز به خاک اوکراین باشد، رهبر ایالات متحده آمریکا حاضر است با رهبر روسیه این مسئله را بررسی کند. گروهی از مهاجران تاجیک که برای کار در شهر ماریوپول از جانب روسیه غصب شده جلب شده بودند میگویند آنها را کارفرمایان فریب دادند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که برخی 5 ماه پیش و برخی دیگر 1 ماه پیش برای کار به شهر ماریوپول اوکراین که از جانب روسیه غصب شده است جلب شدند، ولی معاشی که برایشان وعده شده بود پرداخت نشده است. آنها گفتند که برایشان در ماه 120,000 روبل معاش وعده شده بود، ولی برایشان از 45,000 تا 60,000 روبل میدهند که هیچ فرقی از کار در داخل روسیه ندارد. روسیه که اولی تابستان امسال پس از درگیری‌های سخت شهر بندری ماریوپول را غصب کرد، حالا تلاش دارد با استفاده از نیروی مهاجران برخی بناهای خراب شده را بازسازی کند. پیشتر سفارت تاجیکستان در روسیه هشدار داده بود که مهاجران به منطقه‌های خطرناک سفر نکنند. اوکراین سفر به ماریوپول را مرزشکنی می‌داند که بر اساس قانون‌های این کشور جزا دارد. روسیه 24 فوریه بی سبب به اوکراین حمله کرد و آخر ماه می شهر ماریوپول را پرراه غصب کرد. مهاجران تاجیکی که در این شهر کار می‌کنند گفتند که اکثر بناهای این شهر پرراه یا قسماً خراب شدند و در بناهای نیمه ویرانه هم کار کردن خطرناک است. تفصیلات این موضوع دیرتر در سامانه رادیو آزادی و صفحه‌های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی نشر خواهد شد. صندوق بین المللی پول هشدار داده است که جنگ روسیه در اوکراین سطح کمبزاعتی در کشورهای آسیای مرکزی و مخصوصاً تاجیکستان را بیشتر می‌کند. در گزارش نوی این نهاد مالی که روز 30 نوامبر نشر شد گفته شده است که بحران، کاهش انتقال پول مهاجران و بالاروی نرخ مواد غذایی، زندگی در کشورهای چون تاجیکستان که درآمد اصلی مردم برای خوراک صرف می‌شود باز هم سخت‌تر خواهد شد. تحلیلگران صندوق بین المللی پول تاکید کردند که با سرعت کم شدن انتقال پول در سال آینده میتواند شمار کمبزاعت‌ها را در تاجیکستان باز هم بیشتر کند. در گزارش پیش بینی شده است که سال 2023 تورم بلند نرخ غذا میزان فقر را در اکثر کشورهای منطقه تقریباً 1% بیشتر میکند و این به آن معنی است که صف قشر کمبزاعت در این کشورها در سالهای آینده تقریباً 1 میلیون نفر بیشتر می شود. بنابر اطلاع رسمی در تاجیکستان بیش از 26% اهالی فقیر یا کمبزاعت هستند. و گزارش دیگر در این باره، بانک جهانی در گزارش گفته است که انتقال پول از روسیه به تاجیکستان در سال 2022 افزایش یافته است. هرچند گزارشگران بانک جهانی در آغاز حمله روسیه به اوکراین تخمین کرده بودند که احتمال انتقال پول به کشورهای آسیای مرکزی کاهش یابد، ولی وضع برعکس پیشبینی آنها تغییر یافته است. مهاجران در سال 2022 بیش از 3 میلیارد دلار به تاجیکستان مبلغ فرستادند که خیلی بیشتر از سال گذشته بوده است. سال گذشته از روسیه بیش از 2 میلیارد دلار به تاجیکستان انتقال یافته بوده است. گزارشگران بانک جهانی گفتند که قرب روبل هم که تخمین میرفت پایان رود، ولی آن چندان تغییر نیافت. حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک در روسیه کار میکند و با گفته بانک جهانی تاجیکستان پایبند پول مهاجران است. در صورت پایان رفتن انتقال پول مهاجران یا کم شدن، احتمال تأثیر بد رسانیدن به اقتصادیات تاجیکستان وجود دارد.
محدودیت حرکت ماشین‌های بارکش در راه دوشنبه خوجند برداشته شده است. صبح امروز پس از برفباری زیاد در راه دوشنبه خوجند محدودیت جاری شده بود و به ماشین‌های باربر به نوبت اجازه عبور می‌دادند. همکاران ما به ناحیه ورزاب رفتند و با رانندگان صحبت کردند. درباره مشکلات راه گزارش تهیه خواهند کرد که 4 ساعت بعد در برنامه اخباری آزادی پیشکش شما می‌شود. ساکنان جماعت برتنگ ناحیه روشان میگویند یگانه پل ارتباطی به این وادی خطرناک شده است. پل خرد در حدود دهه یمچ روشان مرکز ناحیه را به وادی برتنگ میپیوندد. یک ساکن محلی با ارسال نوار گفت کنار این پل خراب و پل لرزانک شده است. آنها از مقامات درخواست کردند که این پل را بازسازی کنند. این پل که حدود 3 متر درازی و 2.5 متر پهنایی دارد در بالای رود کوچک ساخته شده است. وادی برتنگ یک موضع دوردست در ولایت مختار کوهستان بدخشان است که راههای دشوار گذر دارد. شما هم اگر شاهد خبر یا حادثه جالب میشوید لطفاً با ما تماس گیرید. ویدیو و عکس‌های خود را طریق واتساپ و تلگرام به ما ارسال کنید. قربی اسعار در تاجیکستان. بانک ملی تاجیکستان برای روز 5 دکبر قربی 1 دلار آمریکایی را 10 سامانی و 21 درم و 1000 روبل روسی را 161 سامانی و 50 درم مقرر کرده است. 1 یورو رسما به 10 سامانی و 76 درم برابر است. قربی اسعار در بانک‌های تجارتی میتواند فرق داشته باشد. بیننده عزیز، خبرهای از این بیشتر را شما در سامانه رادیو آزادی و صفحه‌های ما در فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام پیدا کنید. 4 ساعت پس ساعت 17 به وقت مسکو و ساعت 19 به وقت دوشنبه ما را در برنامه اخباری آزادی انتظار باشید. خدا نگهدار.